شرم نمیداری به همین سکه و صورت دزدی میکنی ها؟ با یک بار 3 مرتبه همون 5 سالی محبس برای تو بس نبود؟ باز خیستی آمدی و دزدی کردی ها؟ این صدقه آدمگری شوی تو. این خیل بچه نازنین، این خیل زنی نازنین داری و با دزدی میکنی ها؟ تو چی خیشید که 3 مرتبه رفته یک مگزین دزدی کردی ها؟ 3 مرتبه برای چی؟ رفیق مفتش مجبور شدم خیلی یکم برآمدم می خونه دست خالی نروم. گفته یک توه یک قابچه آرد و یک روغن و کم ترک کارچکه و پیاز همونجا بردم خانه. اویلم خیلی خرسند شد که خیلی دست خالی بزیبای کو. این صدقه آدمگری شوی تو. باز در بالای این زن و فرزندت رو گرفته برده و زن فرزندت رو باز با دزدی همراه کردی ها؟ این صدقه آدم کنی کو گو؟ محترم مفتش انا بای من ایره خوش نکردم. راست گپ من یک بار کمتر مسئله وزمین‌تر بود برآمدم گفتم خانه دست خالی نروم. یه لینچه اول بردم خیلی 5 سال نبودم اخی. یه لینچه بردم، یه روغن بردم، یه 2 شکلات هم بچه هکم دا بردم و اینه اویلم شکلات های سفیدی و نظمه میلاد 2 دیگه این دا بردم. خب اینا وقتاشون خیلی خوش شد. بعد دویم باره که اومدم محترم مفتش اویلم دیدم که پاپوشی نداره. اینه بچه هک من پاپوشی نداره. بعد گفتم که برام یه پاپوششون بیارم. من خودم طاقه بودم. یه بردر اومدم محترم مفتش. خب پای افزال بچه‌م نگرفتم. یه پای افزال اویلم دارم. آوردم که این پای بچه‌م دا مایده خیلی تنگ میجقه. پای اویلم دا با کلان. بعد نشد محترم مفتش. بعد زیغ شدم. این هم زیغ شد اخی. دیدم که چهرهش زیغ شد. انا رفیق مفتش بعد رفتم. بعد دویم باره رفتم آستک درو بردم بایوش موندم با من خیلی با موندم جوش دا بایوره با یه تایی دیگه گرفتم آوردم که برعکس شد با پای دا کلان اومد و پای دا تنگ اومد. این صدقه آدم. بعد با برعکس شد. من خیلی نیتی بدم نداشتم. بعد مجبور شدم که هر دو شبه رو مخیم اندازه پاشونه بینم. بعد بردم چنی اندازه پاشم که خشروزه بید چکی اویلم دام همی نوزه بید برو گفتم که آدمای شما قپیدن مویه. تماشابینان عزیز و گرامی قدر، بزرگ می‌فرماید هر چیزی را که آغاز است البته انجام دارد. اینک رسیدیم به فرجام برنامه تلویزیونی شکرخند. برای یکایک شما عزیزان دل خانه آباد تبسم زیبا روزگاری آسایشته را تمنا داریم. باوری داریم که هر یک صحنه‌ای که ما پیشکش شما گردانیدیم مقبول شما گردیدند. خیر تا برنامه‌های آینده شاد و پیروز باشه.